به نام خدا. عرض سلام و احترام خدمت همکاران عزیز و ارجمند، دوستان گرانمایه، شنوندگان محترم رادیو وانیا و همینطور همکاران و عزیزان دیگر، همراهان من در پلتفرم های اینستاگرام، یوتیوب، فیسبوک، ایکس و آپارات که به طور همزمان به برنامه امشب ما نگاه میکنند. امروز 12 اردیبهشت ماه سال 1403 هست، روز استاد و معلم که به نوبه خودم تبریک عرض میکنم این روز رو به همه اساتیدی که در زمینه و حرفه آموزش و امتداد دانش به نسل بعدی دارن همکاری میکنند، همینطور به دانشجویان خودم که به نوعی استادان من هستند، با سوالاتی که میپرسند، با راهنمایی هایی که میکنند و با موارد و مسائل روز و جدیدی که ما رو تشویق میکنند که بتونیم با مطالعه بیشتر از حرکت در زمینه دانش وانستیم. به نوبه خودم تبریک عرض میکنم به اولین و قدیمی ترین استاد زندگی شخصی، زندگی تحصیلی و زندگی حرفه‌ای خودم، پدرم، و براشون آرزوی توفیق روزافزون و سلامتی و تداوم سلامتی دارم. همینطور تبریک عرض میکنم به اولین معلم دوران تحصیلی خودم، سرکار خانم بانی، همینطور سرکار خانم پورفغانی، و همینطور آرزوی شادی روح آقای ولی الله اردشیری که معلم دوران دبیرستانی بنده و بسیاری از افراد موفق استان گیلان در درس فیزیک بودند که تأثیر زیادی در شکلگیری یک دوره طلایی شده بودند. روحشون شاد باشه. همینطور از آقای مهندس فروهی که نقش بسیاری در تربیت تحصیلی، اخلاقی و آموزشی بنده داشت، به نوبه خودم مراتب تبریک خودم رو عرض میکنم و همینطور از مراتب تبریک خودم رو محضر آقای پروفسور خیرالدین، آقای پروفسور قلحکی، آقای پروفسور نادرپور و آقای پروفسور رضاییفر که حق استادی به گردن بنده دارند عرض میکنم و امیدوارم که سالم، صحیح و سلامت باشند. به هر حال مقوله آموزش یکی از مقوله های مهم هست. میدونید که شعار روز دنیا هم در واقع این هست: no success without training. هیچ موفقیتی بدون آموزش نیست. و بحث مهمی که وجود داره این هستش که ما فقط آموزش رو نباید محدود بکنیم به دوران تحصیلی هم از ابتدایی و پایه و عالیه، بلکه کل زندگی یک مدرسه هستش و هر شخص در هر جایگاهی در این پروژه پر فراز و نشیب زندگی در مواضع استادی یا شاگردی قرار میگیره و در واقع سراسر زندگی میتونه پر از کلاس های آموزش مختلف باشه. امروز من میخوام در خصوص مقوله کمبود صحبت بکنم، کمیابی و کمبود در پروژه ها و تأثیری که میتونه بذاره بر یک مدیر به عنوان تصمیم گیر و ذهن اون رو تحت تاثیر قرار بده و بر همین اساس تحت شعاع قرار بگیره کل در واقع مراتب تصمیم گیری که یک مدیر میتونه داشته باشه. به اصطلاح به کمیابی یا به کمبود میشه گفتش که هر مقوله‌ای رو میشه اطلاق کرد که ما نیازی بهش داریم اما کمتر از نیاز ما اون چیز مهیا هستش و بر اساس خصوصیاتی که کمیابی و احتیاج به یک نیازی که فرآورده نشده داره، ذهن ما
به صورت یک آهنربا اون کمیابی، اون کم بودن رو به خودش جذب میکنه و مشغول میشه به اون با یک قدرت بسیار زیادی. به هر حال یکی از وظایف مدیر همونجور که میدونید مقوله‌ای است تحت عنوان تصمیم گیری و برای تصمیم گیری باید انتخاب‌هایی رو انجام بده. سرنوشت یک پروژه تأثیر زیادی داره در انتخاب‌هایی که یک مدیر باید به گونه‌ای هم با خصوصیات این که به موقع و همینطور مؤثر باشه اتخاذ بکنه و اون تصمیم ها رو اجرایی بکنه، به خاطر اینکه در واقع در راستای هدف خودش شکل بگیره. این مقوله کمیابی و کم بودن موضوعات مختلف میتونه در حوزه خود مدیر در یک پروژه و همینطور در حوزه بدنه یک پروژه، بدنه انسانی یک پروژه وجود داشته باشه و خودش مسائلی رو به وجود میاره که خدمتتون عرض میکنم که بعضی وقتا میتونه بسیار حساس باشه و کمتر بهش تا حالا توجه شده. یکی از اون مقوله ها این هستش که در واقع وقتی که همونجور که عرض کردم ذهن آدمی بیشتر میره مشغول میشه دنبال چیزهایی که نداره و براش کم کم بزرگ و بزرگتر میشه، به اصطلاح کمیابی میاره. مصداقهای کمیابی هم زیاد هستش، اما در پروژه ما دو مصداق عمده داریم که خب با تعمیم پروژه های غیر عمرانی و این که من تاکید میکنم حالا صحبت هایی که میتونم بکنه میتونه برای سایر رشته ها هم مورد استفاده قرار بگیره، میتونیم بگیم که مقوله های زمان و مقوله مالی جزء مسائلی هستش که توش کمبود و کمیابی وجود داره. شما نگاه کنید وقتی که پروژه های ما عقب افتاده باشند و چندین پروژه همزمان هم داشته باشیم، ذهن یک مدیر و ذهن ساختار سازمانی بیشتر دنبال این میره که این پروژه ها رو یک سر و سامانی بده و به سرانجامی برسونه. و یا وقتی که منابع مالی کم باشه و به هنگام و به میزان تأمین نشه، خودش باعث میشه که یکی از دغدغه‌های مدیر فکر کردن به این کمبود و کمیابی باشه که در پروژه ها وجود داره. این مقوله در واقع تفکری که در این حوزه انجام میشه و این دغدغه‌ای که ایجاد میشه تأثیرات منفی و در این حال مثبتی رو در سازوکار یک پروژه میتونه داشته باشه. خب شنوندگان عزیز رادیو وانیا، ما امروز در خصوص مقوله کمیابی و اثراتی که در پروژه میذاره صحبت میکنیم. خیر مقدم عرض میکنیم به شنوندگان عزیزی که مثل همیشه یار و یاور ما بودن و عرض میکنیم که این به صورت مستقیم از سایر پلتفرم‌های من هم به صورت آزمایشی در حال پخش هستش و در واقع در مقوله کمیابی با توجه به تقاضایی که عزیزان داشتن میخوایم صحبت بکنیم. شما دقت کردید که ما اکثرمون افراد شب امتحانی هستیم، یعنی پروژه ها تلمبار شده، درس ها تلمبار شده در طول یک ترم و نزدیک امتحان یک یا دو شب مونده به امتحان شروع میکنیم به مطالعه اونها و تمرکز روی اونها. این کلمه تأکیدی که عرض میکنم تمرکز هست. تمرکز ما بر روی این موارد مربوط به مطالعه ما به خاطر آزمون باعث میشه که به کنه مطالب به صورت عمقی بتونیم پی ببریم و دو تا خصوصیت داره این تمرکز. یکی این که احتمال، خصوصیت‌هاش هم جالبه با هم متناقض هستن، یکی احتمال در واقع انجام و اتمام
اقدام ما و عملیاتی شدن اون رو بالا میبره و دیگر هم این هستش که در واقع احتمال اشتباه و خطا در اقدامات ما هم بالا میشه. اما دقیقه 90 این کار انجام میشه، امتحانم داده میشه. حالا خیلی از دانشجویان پاسی هم میگیرن، اما بعدش به سرعت نور این داده ها از ذهنشون تبخیر میشه که حالا اون یک مقوله دیگری هستش. من فقط میخواستم این رو شبیه سازی بکنم که به چه صورتی رخ میده. این قضیه خودش پدیده‌ای رو ایجاد میکنه که بهش میگن پدیده تونل سازی. نگاه کنید، وقتی که یک معدنی باشه که معدن یک کوهی باشه که دارای معدن طلا باشه، برای رسیدن به اون دو تا راه وجود داره. یا اینکه کل کوه رو شما بکنید تا به اون طلای اصلی برسید، و یا اینکه یک تونلی بزنید با توجه به محدودیت‌های هزینه‌ای و زمانی، یعنی کمبودی که وجود داره و دیگه اون همه در واقع نیرو و انرژی نذارید و به هدف خودتون برسید. تمرکز باعث میشه که ما در راستای رسیدن به هدف خودمون با توجه به نیازهایی که ممکن هست زمانی یا مالی باشه دست به خلاقیت‌ها و ابتکارهایی بزنیم. پس این نکته منفی هستش که کمبودها برای پروژه ما دارد. اما بعضی وقتها این در واقع کمبودها، کمیابیها و عدم دسترسیها به منابع نظیر منابع مالی و منابع زمانی باعث میشه که تصمیم ما دچار یه سری ابهام‌هایی بشه. مثلا شما در نظر بگیرید که برای پروژه خودتون از یک سری مصالح میخواید استفاده بکنید، در کنار پروژه خودتون با فاصله حمل بسیار نزدیک با 1,000,000 واحد پولی. از طرف دیگر در 80 کیلومتری شما این مساله وجود داره که برای پروژه شما که محدودیت زمانی هم دارید میتونه استفاده بشه با 600,000 واحد پولی. خب بسته به این که من مدیر در چه شرایطی قرار دارم و چه اولویت ها و چه تنگناهایی دارم، یکی از این دو گزینه رو انتخاب میکنم. اگر مشکل مالی داشته باشم ممکن هستش که فی‌البداهه برم به دنبال این که 160 کیلومتر تا 200 کیلومتر فاصله حمل پولش رو بدم و از یک منبع دیگری تأمین مصالح رو انجام بدم و به قول خودم صرفه جویی کردم. اما از نگاه یک مدیر که فاقد دغدغه مالی هستش و براش دغدغه زمانی مهمتر هست، این کاری که مدیر اولی انجام داده یک کار دارای خطا بوده و باعث میشه که اهداف پروژهش تحت شعاع لازمه قرار بگیره. بنابراین اشکالات و تصمیماتی که در مواقع دارای تنگنا توسط یک مدیر گرفته میشه و اون رو در یک گوشه رینگی میذاره که باید اتخاذ یک تدبیر بکنه، گاهی اوقات تحت شعاع اون ضعف‌ها و اون کمیابی هایی که داره قرار میگیره. و مسئله ای که وجود داره این هستش که مدیر برای تصمیم گیری و برای اتخاذ دستورات خودش و جاری کردن برنامه ها دارای یک هوش سیالی هست و که این پهنای باند ذهنی به واسطه دغدغه هایی که ناشی از مسائلی که دارای کمبود هست مثل رم کامپیوتر دچار پر شدن میشه و در نتیجه اون هوش سیال مدیر رو که باعث خلاقیت، باعث تیزبینی، باعث ابتکار، باعث بررسی و
که تا بتونه راهبری پروژه رو انجام بده تحت شعاع خودش قرار میده. بنابراین مقوله پهنای باندی که برای من مدیر به عنوان یک تصمیم گیرنده وجود داره، به این نتیجه رسیدیم که با یک سری از محدودیت ها ممکن هست اشکال بشه به عنوان دغدغه و من مدیر نتونم به صورت 100% خود فضای مربوط به مغز خودم و اون هوش سیالی که برای پروژه های من تصمیم گیری میکنه به اتخاذ تصمیم لازمه بتونم بپردازم. یعنی ما یک پارادوکس رو داریم. از یک طرف وقتی که گوشه رینگ قرار میگیریم محدودیت های ما زیاد میشه، برای تصمیم گیری یک پاداشی به این دغدغه های ذهنی ما و در واقع کمیابی هایی که بر ما اعمال شده داده میشه که اون رو اسمشو میذاریم پاداش تمرکز، که میتونه خیلی مثبت باشه و کمک بکنه و در عین حال یک جریمه‌ای داره که اون جریمه اشتباهاتی هستش که به واسطه محدودیت ها در تصمیم گیری و تسریع در تصمیم گیری ها با توجه به عدم فعال بودن کامل حوزه های تصمیم گیری ما ایجاد میشه. حالا نکته‌ای که وجود داره این هستش که ما ببینیم که این کمیابی هایی که در حوزه پروژه های ما ایجاد میشه و باعث میشه که من مدیر در مضیقه قرار بگیرم برای اینکه تصمیم گیری و تصمیم سازی اساسی انجام بدم، از چه چیزی خواهد بود؟ بر اساس بررسی هایی که انجام شده، بیشتر کمیابی ها و کمبود ها ناشی از بی‌برنامگی ها، بی‌نقشه‌ای ها و عدم اتخاذ تدابیر و پیشبینی های لازمه در زمان فراوانی ها هستش. ما در ابتدای پروژه منابع زمانی زیادی داریم. ما در ابتدای پروژه منابع مالی رو تخصیص یافته به پروژه داریم، اما در فحوای زمانی پروژه با توجه به ندانمکاری های عمدی یا غیر عمدی و سهوی باعث میشیم که کمیابی ها در حوزه مالی و زمانی ایجاد بشه. حالا من زیاد تاکید میکنم روی مسئله مالی، به خاطر اینکه مسئله مالی معیارش معیار پول هست و پول یک معیار قابل تبدیل هست و تمامی آیتم ها رو ما میتونیم به این قضیه تسری بدیم و اونها رو کوچک بکنیم و نسبت به اون به تفسیرش بپردازیم. خب یک مدیر در چرخه‌ای قرار میگیره که در ابتدای امر به واسطه فراوانی هایی که خوب بهش دقت نکرده و اتخاذ تدبیر نکرده شروع میکنه به یه سری برنامه‌های اشتباه و یه سری در واقع هدرروی‌های منابع که کمبودهایی رو براش پیش میاره. مثلا بدون برنامه پیمانکار شروع میکنه در آن واحد 3 تا پروژه رو برمیداره. خب اینجا محدودیت منابع هم از مالی، انسانی، زمانی، ماشینالات، مصالح براش پیش میاد. ذهن یک مدیر پروژه که حالا در این مثال پیمانکار هستش در حال 2 تا 4 تا هستش که چگونه تأمین این منابع رو انجام بده، اما دستش در پروژه ها هست. وقتی ذهن و دست در یک پروژه نباشه اون پروژه دچار شکست میشه. شما نگاه کنید در یک رانندگی خیلی ها میگن که برای رانندگی احتیاج به در واقع ماشین، فرمان و 2 دست هستش.